با مقصد تجلیل ارزنده از روز جوانان تاجیکستان طور شما مشاهده کرده ایستادید امروز در مرکز ماموری ولایت ختلون شهر باختر با اشتراک بیش از 11,000 نفر که از جمله جوانان را تشکیل می‌دهد راهپیمایی ایدانه دایر شده ایستاده است. چون این تنتنه‌ها بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در شهر باختر ادامه خواهد یافت. اما ساله در سراسر کشور روز جوانان تاجیکستان با شهامت خاصه دایر می‌گردد. امسال نیز در دایره برگزاری این روز در مرکز ماموری ولایت ختلون شهر باختر با اشتراک صدها نفر راهپیمایی آسایشته ایدانه دایر گردید. اشتراکچیان با شکرگزاری از آسودگی دیار و شرایط سازگار با پرچم‌های ملی و شیار و آویزه‌های ترغیب کننده از نزد ترمینال مسافرکشانی شهر باختر تا درآمدگاه گلگشت 70 سالگی وادی وخش راهپیمایی نموده وحدت و همدلی جوانان مملکت را تجسم نمودند. مورد ذکر است که در سطح بلند تجلیل گردیدن روز جوانان تاجیکستان نشانه توجه خاصه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به نسل جوان و اعتراف نقش مهم آنها در پیشرفت جامعه محسوب می‌یابد. در واقع تطبیق با ثمر سیاست دولتی جوانان از روزهای اول صاحب استقلالی کشور زیر توجه بی‌واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قرار دارد و از این قشر جامعه همچون نیروی تشبسکار مسئولیت شناس و قوه پیشبر پیوسته نام برده می شود. این زمان 30% شماره اهالی ولایت ختلون را جوانان تشکیل می نمایند که آنها دوام دهنده کار و فعالیت نسل کلانسال، نیروی سازنده و اقتدار واقعی پیشرفت جامعه می باشند. در این راهپیمایی آسایشته مشاهده گردید که واقعا جوانان سازندگان فردای وطن و پیروان ارزنده پیشوای ملتند و با عملهای نیک و جوانمردانه خود در رشد سازندگی ولایت ختلون سهمی ارزنده می‌گذارند. بعد از راهپیمایی در گلگشت 70 سالگی وادی وخش نمایشگاه دستاوردهای ساحه کار با جوانان و ورزش شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار گردید. نمایش مذکور را معاون رئیس ولایت انظرت عبدالسلامزاده و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلون دیدن نمودند. همزمان در این نمایشگاه محصول زحمت جوانان فعال ولایت، ورزشکاران معروف و سازمان‌های جوانان به نمایش گذاشته شد. ضمن بازدید بهمانان با ورزشکاران صحبت آراسته ابراز داشتند که میباید جهت اشتراک فعالانه در مسابقه‌های سطح جمهوری و بین المللی پیوسته تلاش نمایند. طبق نقشه چهاربینی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان و روز جهانی فوتبال در شهر باختر سلسله چهاربینی معرفتی فرهنگی و عمومی ورزشی منتظم برگزار کرده شده است و امروز با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون در همبستگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر غیافت کار با جوانان و ورزشی ولایت ختلون راهپیمایی آسایشته با جلب وسیع جوانان و ورزشکاران همزمان کارمندان تشکیلات مؤسسه‌های شهری ولایتی برگزار شده است و ناگفته نماند که چهاربینی‌ها بخشیده به روز جوانان تاجیکستان و روز جهانی فوتبال در شهر باختر عموما در ولایت ختلون منتظم رفته استادند. در قسمت رسمی چهاربینی معاون رئیس ولایت سخنرانی نموده پیام شادباشی رئیس ولایت ختلون دولتعلی سعید را به اشتراکچیان ارائه نمود. تاکید گردید که جوانان قوه پیشبرنده جامعه اند و دولت و حکومت پیوسته برای تحکیم نقش جوانان در جامعه شرایط مساعد فراهم می‌آورد.
سیاست دولتی جوانان و دستگیری و غمخوری نسبت به این نیروی با اعتماد مملکت در محور فعالیت سیاسی حکومت کشور قرار داشته به یک سمت استوار دولتداری تبدیل یافته است که از دستور و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بر می آید. ذکر گردید که جوانان باید با در نظر داشت وضع زود تغییر یابنده جهان و منطقه با حس افتخار بلند وطنداری کار و تحصیل کنند، به ارزش‌های ملی و دولتداری، صلح و ثبات و وحدت ملی ارج گذارند، نعمت‌های استقلال و آزادی را حمایت نمایند. همیشه در خاطر داشته باشند که حکومت مملکت برای تامین نمودن امنیت دولت و جامعه، حمایت مقدسات ملی و رشد تاجیکستان عزیزمان پیش از همه به جوانان تکیه می‌نماید. ذکر گردید که جوانان باید همیشه در خاطر داشته باشند که حکومت مملکت برای تامین نمودن امنیت دولت و جامعه، حمایت مقدسات ملی و رشد تاجیکستان عزیزمان پیش از همه به جوانان تکیه می‌نماید. ضمناً در ادامه چاره‌بینی به یک قطار جوانان فعال ولایت ختلان سپاسنامه رئیس ولایت، ریاست کار با جوانان و ورزش و تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند. قسمت فرهنگی چاره‌بینی با هنرنمایی هنرمندان محبوب ولایت ادامه یافته ترنم وطن و جوانی روح الهام اشتراکچیان را بالیده نمود. قابل ذکر است که جوانان ختلان در فضای صلح و آرامی و سیاست خردمندانه پیشوای ملت همچون نیروی سازنده در رشد و پیشرفت مملکت سهمی ارزنده دارند.